نشستی با حضور رئیس سازمان ملی مهاجرت و دیگر کارگروه‌های ذی‌ربط برای ساماندهی اتباع خارجی صبح امروز در تهران برگزار شد تا روند ساماندهی اتباع سریع‌تر انجام شود و اتباع غیرمجاز به کشورشان بازگردانده شوند. کارگروهان ذی‌ربط نیز در این نشست در خصوص نحوه ارائه خدمات صحی و تحصیلی به اتباع گفتگو کردند. اتباع غیر مجاز را به پلیس گزارش دهید. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت با کارفرمایانی که برای اتباع غیر مجاز شغل و اسکان ایجاد می کنند برخورد قضایی می شود. به گفته سردار رضایی خرید یا اجاره کارت بانکی، مسکن یا خودرو نیز برای این افراد غیر قانونی و جرم است. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت هر گونه رسوب و تجمع اتباع غیر مجاز را به شماره 110 پلیس گزارش دهید. ممنوعیت بکارگیری اتباع غیر مجاز در واحدهای کشاورزی و تولیدی استان کرمانشاه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت دهیاران، شورای روستاها و کشاورزان پیشرو هر گونه بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز توسط کشاورزان و کارفرمایان بخش کشاورزی را به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع رسانی کنند. به گفته آقای چاله چاله متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.